خب برو دستت تو زاینده رود بشورا، نبضی آبا بگیر دستت تا لکات پاک شن. به نام خدا. من محسن رهنما هستم، نویسنده و کارگردان نمایش مردی مقابل رژ. نمایش در مورد عباس بهشتیان، یکی از مطالبه‌گران اصفهان در دهه 30، 40 و 50 که کارهای بسیاری برای اصفهان در حوزه تاریخی، فرهنگی و ادبی کرد. شمع وجودم سوزی، آتش دل افروزی. جزء شورای نامگذاری میدان‌ها، معابر و خیابان‌های اصفهان بوده. در حفظ آثار تاریخی اصفهان بسیار بسیار کوشیده. نمونه اون خالی کردن یک گاراژی پشت میدون نقش جهان بوده که معتقد بوده، به درستی هم معتقد بوده که رفت آمد کامیون‌ها آسیب میزنه به گنبد مسجد. کوی یار من گذر کن، یک شب آخر در دل سنگش اثر کن. من تو خیلی از شهرهای ایران خدمت کردم، مردی مقابل رژه، اما راستش آدم نترس و عاشق مثل تو ندیدم. چی شد که اینطوری شدی؟ حقیقتاً یه احساس رفاقتی نسبت بهت پیدا کردم که اینو میپرسم. به لب‌های من ای که تو تنها در دل شب‌ها از غم عشقی آگاه. یه کار خیلی عظیمی کرده در سال 1333 روز 21 آذر که روز ارتش بوده و جلوی این تانک ها و توپایی که میخواستن از روی 33 پل رد بشن برن میدون مجسمه یا میدون انقلاب اسلامی فعلی و رژه‌ای رو برپا کنن، میخوابه و نمیذاره تانک ها از روی پل رد بشن. امثال من همه جا زیاده است. اگه نمیبینی شمالی نیست که زیری منطق زبون نفهمی، امثالی تو فلت شدن. حالا تو به من بگو چطور شد اینقدر با منطقا بی شرف شدی؟ به اضافه اینکه در واقع جدا کردن باغ تکیه صائب که به اشتباه جزء مسجد لنبون به حساب اومده بوده تلاش میکنه و سند باغ رو پیدا میکنه، به کمک اداره باستانشناسی وقت و باغ رو از مسجد جدا میکنه و خیلی از کارهای دیگه که اگر در واقع برای یک اصفهان دوست اهمیت داشته باشه میتونه پیگیر باشه و در واقع جویا بشه و بفهمه. کوی یار من گذر کن، یک شب آخر در دل سنگش اثر کن. ای آتشینا، ای آتشینا.